استعمال غذای سالم میتواند گرو حیات سالم باشد. میزنم توار به چوبی کاک. از انتخاب درست محصولات خوراکه و بیشتر و خوبتر استفاده کردن میوه و سبزیجات تر و تازه برای سلامتی اهالی مساعدت میکند. همین نقطه را به نوبت گرفته برنامه نوی لذت خان دیار پیشنهاد شما هموطنان عزیز. السلام علیکم هموطنان عزیز، مهربانی این است که اینک برنامه لحظت خان دیار از بدخشان از ناحیه ونج پیشکش شما میگردد. بهترین طعام‌های ملی خوشبختی به دیدار همدیگر رسیدن میرویم به ونج. ناحیه ونج، چنانه که میگویند ونج پرگنج، در تاجیکستان با اقلیم نرم و سلقینش مشهور است. اینجا میتوان طبیعت زیبا، طبیعت بهاری و قلعه‌های برفپوش را با چشم دید، زیرا بلندی این منطقه از سطح بر خیلی زیاد است. اینجا مکان سیر و سیاحت و استراحت می باشد. از رودهایش آب مصفای شیرین ها جاری است. بای 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 به زیر درخت سایه افکن کت را گذاشته در دامن طبیعت ناتکرارش طعامی خوشمزه آماده کردن چی گواراست. اما تا چی اندازه این کار برای ما و شما امکانیت استراحت کردن را میداده باشد. در برنامه دوست داشته اتان لذت خان دیار یک جایه تماشا میکنیم. از همه لحظه آماده کردن خوراک در برنامه یا در خاندان این پیش از همه تازه شستن دست ها با صابون یا مایعی که مخصوص برای دستشویی است. همین خیلی معلمه، چون که تازگی این تشکر گروه سلامتی است. جوانای عزیز این به او خاطر است که فرزندای ما جوانای ما بیاموزند در خانه که خوراک تیار کرد دست ما بین پنجه ها را تازه شستن در کار. بیا تشکر میگیم. انا این کنی بعدی دست شستن چیکار کردن در کار؟ درست. مرحمت معلمه جون، از جای من گذارید، از جای من گذارید. انا نوابسته در تمامی خاندان شرایط هست. آب گرم امروز ما از دستشوی ملی استفاده بردیم که همین حالت هم باید بیاموزند. منه سلامت باشید. انس جان تشکر. معلمه میرویم به سر چکدان برای آماده کردن خوراک. انا در راسته بازار محبت همه خندان، در راسته بازار محبت همه خندان، در ملک ونج همه دیده و چهره خندان. السلام علیکم بینندگان عزیز، مخلصان برنامه لحظت خان دیار. اینک برنامه را از ونج پرگنج پیشکش شما بگردانیم. مهمان امروزه ما معلمه عزیز باشیه و هوا. باشیه و هوا. زندگی خود همه هوس است. به نام میگن یعنی مهربانی است. ما امروز مهمان دیار ونج هستیم. خوشبختانه مهربانی شما. پیغام خوشی لحظه دیدار سلام است، دیباچه زیبنده گفتار سلام است. آغاز شود صلح و صلاح از نفسی او، هر لحظه دیداری سزاوار سلام است. خوش آمدید مهمانان گرامی قدر به این ناحیه ونج پرگنج ما. سلامت باشید. خوش آمدید مخلصان برنامه لحظت خان دیار. تماشابینان عزیز، مقصد از این برنامه یعنی آن نیست که ما برای شما خوراک آماده میکنیم. لحظه مهربانی خوشبختی از آن است که ما خوراک ملی را برای شما آماده میکنیم. که مثلا حاضر من میپرسم معلمه عزیز شما چی خوراک آماده میکنید برای ما؟ ما حاضر برای شما خوراک لوبیا شوربا.
لوبیا شوربا نام خوراک ما. نام خوراک ما لوبیا شوربا می باشد. این لوبیا است. این لوبیا خوراک سرغذاست. با گروه رستنی های دو پله داخل می شود. این ویتامین های A, B, C را داراست. این چونین در ترکیب لوبیا 3.6% روغن. تشکر. 32% سفیده. 42% کرخمل. این چونین هم در ترکیب اینم قند هم است. سلامت باشید. جای پنهانی نیست که امروز میبینیم با خوراک‌های بسیار اروپا و بیگانه مثلا دست زدن کدبانوهای ما بخشش اویله‌های جوان بعضیش حتی اگر در خوراک بیاری که لوبیا باشد دانگی باشد اونها یک طرف میگذارن وقتی شما ویتامین ها رو نمبر کردید سفیدی رو نمبر کردید خب لوبیا از آغاز چه خیلی این خوراک تیار کرده میشه لوبیا دیدم این چی اینجا اینا کبوتی هستن شبوت هستن ما اینا رو حاضر جوانای ما بسیارتر اینا رو پریپرا میگن از مغازه گرفته استفاده میبرن ما از بس که در جای زیستمون واسه در خودمون در کوهستان زندگی داریم از خودی وای چی خودمون پریپراش میگیم شبوت و گشت نیست قطعی بعد من همین یک چیز حیران شدم وقتی با کوهستان سفر میکنی در تعجب موندم که همین سبزی را شما این سبزی از کجا گرفتید از کجا آوردید سبزی استحصال زمین های خودم همین چیزی که در بالای همین استال آورده هستند استحصال زمین های خودم هستند سلامت من باشید هم آموزگار هستم و هم با زمین دارم در زمین مهنت میکنیم خب یعنی از آغاز چه تیار کرده می شود همین خوراک شما آغاز مرحمت علاوه در میگیرونیم درون دیگ ما یکم چی رو استفاده میبرید یکم روغن میدازیم روغن یک برابر نمبر میکنیم روغن میدازیم بعدی روغن کمی پیاز میدازیم پیاز سفید میدازیم بعدی پیاز سفید ما تمت میگوییم تمتی شورای پمیدار میاندازیم بعدی وی کارتوشکا لبلبون شد اگر ما نمبر کنیم شاید تا چند ساعت برنامه ما نمبر شد از این لحظه من حس کردم که یعنی خوراک بسیار پرغذا میشود سرغذا میشود حس کردم که خوراک بسیار سرغذا میشود آغاز میکنیم با آماده کردن خوراکی لوبیا شوربا لوبیا دیر که میپزد وقتی که ما نان گیردی کلان میپزیم این نان چرا میپزیم بعد علاوه بسیار میمونه در تقاره ها لوبیا را گرفته چم میکنیم بعد وای میپزد گرفته از جمعه موری اگر مقصد امروز لوبیا شوربا باشد تشکر زیاد خب آغاز میکنیم با آماده ساختن محصولاتی که برای خوراک در کار است از چی پیاز از پیاز سر میکنیم ببخشید معلمای عزیز منم مهمان منم حقوق دارم شما را یاردم کنم حاضر خب یعنی دو تا تختچه گرفته دیدید دو تا تخته گرفته معلمه حتی اعتبار نمی‌کنه که منم باید این خوراک رو یاد گیرم و برده در خانه آماده کنم و دیگرها هم آموزند که بسیار ما اگر که با فصل تابستان باشد همین لوبیای سیچکش میگویم ما وای بسیارتر با کسلی قند داروی بسیار است در حالت نیمپز یعنی ها نه وای ما باید شما غوزش میگویم ما وای سیچک میگویم حاضر متاسفانه فصل تیرما هست و خشک شده است اگر ایشهر دوشنبه به ما مهمان بیاد میگه بای ما را همون لوبیا سیچک پزی تماخر ما میپزیم در طبق میکشیم و یارا گوش کنید وای نیم خام میشه نیم خام همینش نورسیده یعنی لوبیای نورسیده قطعی با بهترین میشه است موسم بهار ها تیرما است سر میکنیم آغاز پیاز خب خب من جمشید جان من اصلا با یک سوال دیگر بسیار شما ماهر بوده در پیاز بری البته در خانه ینگه بسیار خوراکپزی داخته است در خانه منم شاهد شدم امروز مانند همین یزده منم همین یاردم که کردی زنها الکه گپشون میگویند خوابی خوشبختی است و من میبینم که در وقتی کودک کلون کردن در وقتی نان پختن در وقتی کاری خانه در وقتی خوراک تیار کردن زنهای ما اصلا شعر میگن ربایی میخونن یک چیز زمزمه میکنن شما در حیات چه آدمی زنده دل هستید معلمه هستید خیلی حالت هست که من تیار کردن پیاز در چی خوندن ممکنه که گریه کنیم نفهمن مخلصو که ما عشق ریخته ایستاده ایم های کدام و شعری که تبی دل باشد همون ذوقت باشد همون رو میخوانی حاضر شما چه ذوق شما در آغاز برنامه یک تک اگر سرایید ونجی من آغاز و انجامم تویی پازداری پخته و خامم تویی
саломат бошед. Ин ҳозир беилҳоми хел инҳо ҳис киреда чӣ табиатан миллати мо худодод аст, санъат, фарҳанг, шеър мехонанд. мана пиёзҳои мо ҷамшед мумкин алова дар биёрам? бале, алова ман дар мегирам то ҷое ки масалан мард бошад, ин кори вай аст. камакак чӣ мегӯям, шояд алова ҳар хел дар мегирад. ман муаллимаи азиз шумода ёрӣ мерасонам, алова дар мегиронам. ин ванҷ да алова ба чӣ дар мегиронад? ба гӯгир? гӯгир хай биё, агани гӯгирда. гӯгир дар дастат гирифтагӣ ҳастӣ? дар шаҳри душанбе бисёртар дар болои пиёза ман ҳамин мегӯм ки имрӯз дигар бисёриҳо бо гӯгир алоб дар намегиронанд. зажигалка гуфтанӣ вай буромадагист, ҳамунам хатарнок аст. шумо чӣ нигоҳ доред? нигоҳ кун гӯгира чӣ хел мезанӣ? метавонӣ гирифтан? метавониста бида. ай ба назари шумо ана чӣ хел шуд? ҷои мери пучоқи чормағз аст. чӣ дар ин дидони шумо пучоқи чормағз? барои ҳамин тарафҳои мо чор тарафун чормағзай. یه جا میگردیم چهارمغز اون طرف میگردیم. شما من از چهارمغز من از چهارمغز چهار طرف اون زمین چهارمغز با همین خیلی روایت میکنن گپای خیلی من نمیدونم دروغ است که پچاق چهارمغز در علاوه نه انداز که چهارمغز سال دیگه پوج میگره. دروغه این؟ دروغه. این واهمه کم کم است در بین مردم کو. خب حالتی که ما با دک چون که میبینید بعد علاوه در گیراندن روغن علاوه کردیم همون قدری که برای خوراک ما لازم است. همون قدری که به خوراک ما لازم است. از بس که در ترکیب لوبیا روغن هم بسیار است، ما روغن بسیاری پر نمیدازیم. برای سه از دفعه 6% وای دارد، روغن دارد در ترکیبش لوبیا. حالا روغنا گرم میشم. من خیلی دیدم شما دیگ خیلی وسیع است و خوراک خیلی من میبینم محصولات زیاد است که روغن کم اونجا علاوه کردید. روغن برای اینکه بسیاری آدمان روغن نقض نمیبینن، خوراک سه روغنشون نمیخورن، اینا خودشون هم غذای سه روغن هستن. باز دیگه که روغنی بسیار دازیم به سلامتی و ضرر آور است. حاضر آدما دیگه همه فربی شده هستن. برای همین روغن کم باید استفاده بشه. سلامت باشید، سلامت باشید. تو روغن داغ شدن من یک چیز دیگه در اینجا چند بار همین خواستن که از نزد من گیرم. این چیستی؟ چی باونجی چی گویم اینا؟ این ما باونجی کاولیز میگیم. این همه کاولیز. در دوره‌های قدیم به بیای ما همین کاولیز قطعی خوراک با همین میکشیدن در دیغاویان در تهران. بله. این چند سال باشد این کاولیز شما؟ این از دوره بابی گلپاچا میری ناحیه برای که من دیدم اینجا یک بار تعمیر کرده شده و در بسیار کوچه های شهر دوشنبه هم پیش همین خیلی بود که چاینک چیزی که ظرفایی که میشکستن برده اونها رو همین خیلی تعمیر میکردن، پیوست میکردن. خب این در کدام وقت در کار میشه؟ خوراک ما در وقتی یعنی تقسیم کردن خوراک به ما در کار میشه. سلامت باشید. خب یعنی کارتوشکر آماده میکنیم، پیاز یک طرف میگذاریم. بعد این چی میشه؟ پیاز و روغن گرم شد به فکر من. خب این حالت پیاز وای شد، یعنی آمیخته میکردن نصیب باشد با کفگیر. حاضر آمیخته میکنن. این ما کنم. تشکر. خب بعد پیاز چی علاوه میکنیم؟ برای که علابی ما دیدن وقتی من علابه که درگیرونم علاب چی میسوزه؟ شورده پمیدور؟ بعد این شورده پمیدور خوراک یعنی با پیاز شورده پمیدور برای سرخ شدن خوراک. برای سرخ شدن اینا از استحصال دستان خودمان هستن. ما پمیدور را گرفتیم یا سرفکه کرده برای زمستان تیار میکنیم. و اونجا با کیمچی دیگه داخلش دارم میبینم. پمیدور خالی نه؟ پمیدور و مرچ. مرچ بلغاری. هر جایی که صدای کافی رو دیگ میبرد اونجا یک لحظه خوشبختی است. با مهربانی میبینم که بعد این ما استقون میدازیم از گوشتا که هسته. فکر جمشید میبخشی استقون رو با ما. خب اینا همش علاوه میکنید؟ اینا رو علاوه میکنید. ما وقتی لوبیا که میجوشیم بعد با مزه میشون. یگان دونش اگر مونید خمایلت نه یک دونش میمونم. یک دونش موندن در کار. چون که تشکر. کمی نمک میاندازیم. بهترین. چون که میبینیم گوشت علاوه کردیم. خب کمی نمک میاندازیم. بعد از گوشت نمک. ببینید از همه چیزی بهترین که امروز براستی همین هم کم استعمال میکنن این لبلبوی سرخ. لبلبوی سرخ است. تماشابینای عزیز حاضرین ببینید این لبلبوی سرخ
аллакай муаллима тоза карда мондан. Ани хушбахтӣ аст ин афтидагиҳо ҳама меваҳо, яъне себҳои ванҷ медонанд ки мо онҳоро истеъмол мекунем, гурехта истодаанд. ин лаҳза вақте себҳо афтидан муаллима вай ба хотир расид ҳикояи Мирсаид Миршакар деҳаи тиллои ман ки орзу буд ки да қишлоқи тиллои ман, деҳаи тиллои ман ба хотир расид ки ҳамин хеле як вай доштанд ҳикоя ки лаби ҷӯй мешинанд ва ҷӯ об себ мебиёрад. ҳамин хеле ин лаблабу куҷо дар куҷо истеҳсол шудаги аз куҷо овардед? лаблабу аз заминаҳои худмон. Инам яъне аз истеҳсоли худи ноҳияи ванҷ ҳар нафар яъне зироат мекоранд дар ин ҷо. тамоми он чизе ки мебинем маҳсули меҳнату дасти худи модаро ва падарои азиз аст. лаблабуам яъне дар ин ҷо ба равған дохта мешавад об да? Не ба равған. Ба равған. ҳозир лаблабуна мо ба вай меандозем. илова мекунем. лаблабуна меандозем. хоб. каме инро ба мо мешӯрем. кафгир қатӣ. омехта мекунем. мешӯрем ин бо лаҳҷаи ванҷӣ яъне омехта мекунем. шӯридан саршӯр. ташаккури зиёд. ҳамин муаллима бисёр ҳамин мардуми ванҷ мардуми шух табиатан шух ҳастанд. ҳар фарде ки ба ванҷ биёяд мегӯянд ҳамин меҳмона мебинанд як гап мегӯянд. ҳамин рост? чӣ гап мегӯянд меҳмон? ман намедонам. мардуми ванҷи мо меҳмоннавоз. меҳмоннавозанд, яки зиндадиланд, шухтабиатанд. ман ҳамин рӯз аз меҳмонхона буром саҳар як мӯйсафед гузашт, гуфтанд эй мӯйсафед бин ин кист? ҳамин хел гашт нигоҳ кард, гуфт ки шом буд бахши шом вақти назди меҳмонхона будем, як мӯйсафед гузашт содай дар гуфтанд эй мерек бин ин кист? ҳамин хел гашт маро нигоҳ кард, гуфт ин ҷамшед аст. гуфт ин ҷамшед гуфт пешранги чапотӣ би ҳозир дами фарбешид аст. ана ки хӯрокҳои вай ба гузаштем диета ба гузаштем. мардак худӣ буд аст шух. шумо муаллима ҳастед, байни ҳамкорон, байни ҳамсояҳо, як занҳо ҳамин хел ягон латифа ягон лаҳзаи шӯхӣ дар ҳаёт медонед? албатта шӯхӣ мекунем мо байни муаллимаҳо дар вақти танаффус як 5-6 дақиқа 5 дақиқа танаффус аст. ягон шӯхӣ ягон латифа мегӯем, механданд. хоб сабзиро андохтем. хушбахтӣ ин аст ки инак баъди пиёз илова кардан ба равған гӯшт нағз гуфтуме гӯшта нағз гуфтанд дар кор. ана баъд лаблабу ва сабзӣ ташаккури зиёд намака хай илова кардем баъдтар мечашем. баъд ин навбати чӣ мешавад? навбати картошка. ҳамин барости вақти оғози намоиш як кас омад ҳамин хел гирифт картошка гуфт ки ин картошкаро ко оварда бошанд, ай вақтшо оварда бошанд, ай бохтар гуфт. ҳамин хел гуфт не картошкаҳои замини худмон. мо яктон картошка гирифтем. раҳмат бо дар фикри ҳамин будем ин сол якҷо картошка мегирем. манам марҳамат меҳнат шараф аст, ҷаҳонро хӯрамӣ аз деҳқон аст. ин деҳқонӣ дасти мардуми ҳамин диёр муаллимаи азиз ки мегӯянд як тон картошка гирифтанд. ҳозир картошка илова мекунем. ба фикрам ман як тагиша шумо майда кунед. хоб шуда ина яктаи дигар 4 булак ва 8 пора. чӣ хел гуфтам? با 2 پاره دیگر. من همین دستی چپی من شما دیده ایستاده مردم کوهستان با واسطه فلک، با واسطه روبویات، با واسطه حج، هر یک کمبودی که در همون سال زمان میگذرد نوشته میکنند یا که میخوانند. درست است. یعنی همون سالی که شادروان مولای ریوانجی عمر به سر برده است، هم خیلی دوره آمده است که مردم بیچاره کو به کو سر و بسر شده و شکرانه این دوره صاحب استقلالی میکنیم. شکرانه این میکنیم که امروز روا از همه خوشبختیش همین معلمای جان که راه ساخته ایستادن و در روزهای نزدیک انشالله به این درگاه هم میرسن. نوبتی علاوه کردن کارتوشکا. خب ذره آب ilova کرده می شود بعد کارتوشکا و خوراک امروزه ما لوبیا شوربا. حالا که من همین حس کردم که طعم لبلبو در اینجا
و اون شورده پمیدور که شما شورده علاوه کردید با شورده. بلغاری بلغاری کارتوشکا و اساسش بلغاری را همون قریب گوشت‌های- فراموش کنین بلغاری را میگیرن آها اون علاوه میکنیم علاوه بلغاری میکنین یک تشه من میبرم یک تشه خط یک تیگه میبخشید جنش به من بله مرحمت یک تیگه سبز میده رنگ سبز سبزنده آه. اینه سبزنده این خوب طرز یعنی من خودتان پاور بده ما وقتی دینا در راه اومدیم کمتر راه وقتی که مثلا تعمیر رفته ایستاده بود یک جا مهمون شدیم در نوحه دروز و من بعد نصفی روزی ده خوراک آماده کردم براستی مکرون پلو آماده کردم در ثبت هست و خارجی اونجا خیلی زیاد بودن و این همه همکارای ما هر نفری که استعمال کرد باور نکنه که خوراک رو من تیار کردم آماده کردم ولی وقتی که با دیگر کس خوراک آماده میکنم من یک فکر دارم اینا منم الکی تیار کردم وای بلغاری شما را جبیل بلغاری را من میگم وقتی با من یک جای کار میکنید گیرید علاوه کنید جمشید جان از بس که لوبی ما این لوبی خام دیر میپزد ما این را وقتی که نان در تنی را گفتیم بستیم نان که تمام کردیم در کارسونای هم تا سرمخکم می اندازیم برای که وی پزد این علکای تیار جوشاندگی ماندگی یا این بین وی شیرش علکای بدر شده اونجا علاوه میکنیم این آواز در اینجا علاوه میکنیم من همین حالت دیدم بسیارا مثلا قلنفور را استفاده میبرن قلنفور در کدام حالت استفاده برده میشه تیزی هم برای سلامتی قلنفور تیز وقتی که در بالای ما در این در طبق نان ریزه میکنیم خب پیش همون نفر مونده میشودن قلنفور در همینجا قلنفور تیز آورده اینا هسته من برای قلنفورها رو دیدم اینا در بالای ما وقتی که در طبق نان ریزه میکنیم بالاش پمیدار میچینیم در بالای پمیدار همین خیلی همین قلنفورای زرد و سرخ همین اندازیم کسی که تاب دل خودش هسته همین خودش همون قلنفورش هم میخوره بیا ای دل تماشا کن چمنزار ونج من بیا ای دل تماشا کن چمنزار ونج من گلستان را چی میجویی بیا به بوستان ونج من این مصرع ها را در حق یک طبیعتی هست که قدم گذاشتن در پیدا میشوند و خیلی که ما میبینیم نظر میکنیم به این کوههای سربرفلک کشیده تا جای میبینیم مانند بهار است گلها است تا جای میبینی خزانریز فیض برکت تیرما است تا جای میبینی برف در سر قله های سربرفلک کشیده کوهسار است این همه پستی و بلندی زندگی است مهر و محبت است این رو برو کجاست میره این سر ونج بالا ونج بالا ونج بالا اینجا چیست شبوت شبیتی خوش کرده شده این اما تابستان در وقتی که سبز است گرفته در جاهای سیران اینا خشک می‌بینیم برای که در جای سایه سایه سیران در جای سیرانی در جای سایه برای چی علاوه میکنیم موزی اینا حاضر برای ما علاوه میکنیم که اینا مزهش میبره با مزه میشه خب اینا حالت بهترین از بس که جای ما کوهستان است در کوهستان زمستان و شبوت و گشنیز کم می شود ما اینا را همین خیلی تیار میکنیم خوش کرده میمونه خوش کرده میمونه وقت من این بهترین است هر چی که طبیعی است نباشم در مغازه ها در مغازه ها هست اینکه و یا با کیلو چی میگه جایگیر کردن بسیار سونی است یا طعمی وای دارد انا معلم عزیز شما که معلم هستید با فرزندها همکاری دارید برای یعنی پیش از همه اون خوراکایی که مقصد از برنامه ما است که سیر غذا باشد خوراک
фомилӣ бошад, чунки навхонадоро фарзандои мо шумо модарои ҷавон бидонанд. муаллимаи азиз, дар бораи масалан кӯдак, саломатии кӯдак то чун вақта, яъне шири модар бояд кӯдак бихӯрад. کودک باید از خوردی تا 6 ماه حتما شیر مادر را استعمال کند. خب بعد 6 ماه اگر که مادر با شیر دارد با شیرش زیاد کنه بعد کارتاشکا ما در زمین میکاریم همون کارتاشکا فشرده میشود. خب اینا گرفته در آب میجوشونن همین پیوره کردشکا شیر قطعی شیر گاو شیر بوز قطعی پیوره تیار مینه برای کودک ایلوه میکنن این کردشکا را میگیرن در آب میجوشونن. میوه چی میوه؟ میوه نه میوه سیب همه ویتامین سیب درست انار هم ویتامین خوب دارد. در هر یک خاندان حاضر باغ است. حاضر باغ هستند. شکرانه همین استقلالیت شکرانه همین استقلالیت که وحدتی که ما حاضر زندگی به سر میبریم همه شرایط ها برای جوانای ما مهیا هستند. همه در خانه هاشون میکسر دارن میکسر قطعی ساکای سیب و سبزی همه با ساکی سبزی خوبه برای کودک ساکی لبلبون خوبه برای کودک تشکر. بعد سبزی سیب زمین ساک میبرن بعد برای کودکشون استعمال میکنن. یعنی ویتامین های زیاد دارن. تشکر زیاد. سلامت باشید و فراموش نباید کرد که از چنین صحبت ها یعنی آماده ساختن برنامه و هر اون روزگار دیده مادرایی که در برنامه پدرایی که اشتراک میکنن برای شما میرسونن. این لحظه ها را برای خود بیاموزید و برای همه شما از نام مادری بزرگ معلمه عزیز و فرزندان شما سلامتی میخوام. چی شد اینجا حالتی خوراک ما؟ خوراک تیار شده. من حاضر حالت پمیدور این کدام وقت استفاده میبرید اینا؟ این وقتی که ما نان رو میگیریم در طبق چوبی میگیریم در طبق ریزه میکنیم. خب این پمیدور از وقتی که اوقات خوراک رو برداشتیم پمیدور نباشم حاضر ما در اون جای رسیدیم که طبق رو در بین میگذاریم نان میگیریم نان رو دو پاره میکنیم همین دو فطیر هم استفاده میبرن یا نه؟ فطیر خود اگر که در شهر دوشنبه استفاده برن خب در ناحیه ونج ما فطیر در لوبیا استفاده نمیبرن فقط نان دیگدانی استفاده میبرن بعد می خیلی بابی کلانی ما میگن که نان دو پاره میکنن از بین دو پاره میکنن برای این آب میکشه. همین خیلی در رفتی برنامه یک وای دیگر آوردید برای من بسیار خوش آمد. پیش در حق مادر و سیر فرزند بودن میگفتن خیلی 6 فرزند به وای رسانه گفتید. درست فهمیدم من؟ درست. من مادر 6 فرزند 5 دختر شکرانه 1 پسر. تشکر. دخترها همه دارای معلومات عالی در شهر دوشنبه ختم کردگی. سلامت باشید. سلامت. بعد با یک چی دیگر من به مردم کوهستان برای من عجیب است. حاضر میبینم کسی شناس میشوم در همین آخری نام 2 حرف علاوه میشود. شناس میشه تو کیستی من دولت شاه قابل شاه حابل شاه جمشید شاه همین عجایبه همین دوری شورای در یک عائله ده میگن که باید شما سیر کودک باشید بعد تولد کنی سر میشود. نامگذاری هم سر میشود دیگه. قابل شاه حابل شاه امی مظفر شاه جمشید شاه خورشید شاه ابراهیم شاه اکرام شاه میرود ده دیگه همه 11 12 تولد میشد میگیره کودک بیچاره زنک پیش مردک میبیفته. گفتم که بس چی با و گفته این ندین همه نام گذاشتیم قابل شاه مظفر شاه جمشید شاه خورشید نام گذاریم بس بیبی ها اكو برای بسش بس بیبی گذاشته نه برای بسش این گفته چی میخوای این وقت همین با نام یا که همین 2 حرف دیگه داشته باشد به همین گفتی شما بس کنیم بس بیبی مرد گرفته سن خیلی نگاه کرد گفته اگر همین آخرانش باشه من یه نام پنهانی دارم به جایی کودک نگاه کرد گفته اگر همین آخرانش باشه نامش خرشا اون یکی همین خیلی بس بیبی اخواتی دنیا این روسی با بس بیبی نام گذاشتن. تخته شما خالص چیکار کنم من؟ شما پیاز سفید باریک میده کنید. سرخ پیاز سرخ خیلی پیاز باریک چشم نکنید معلم پیشتون نگاه کردید دیده صدای کمتر کرد وای بوده است تیز کردن لازم اینه که من انشالله هم خیلی ریزه میکنم که به همون هر یک طوری موی میگفتن که هم خیلی روایت دختر اگر سیب پوست کنی با قدش گویا همین دختر تو دا میتیان من به همون قد زلفی دخترای زیبا پیازه همین خیلی باریک میده ریزه میکنم.
انا کمیسیه قبول قبول کنی اینا رو برای اینا دنجه میدم ایلوه میکنیم. ایلوه میکنیم خب آمیخته‌شو میکنیم سلامت باشین خب کبوتی ما کمی آماده شد کمی نمکش میاندازیم کبوتی را شاید خوراک نمک شور باشد بعد چی بشه خوراک حفظ شد نمی مغزای نمکش خب نمکی وای پمیدور در لازم نیست نمک تا پمیدور میاندازیم وقتی پمیدور تبانش خب کمی نمک و بهترین لحظه است در این باد و هوای ونج که خوراک ما آماده شد لوبیا شوربا من میتونم طبق رو بیارم بهترین لحظه است اینک بینندگان عزیز خوراک لوبیا شوربا از ونج پرگنج آماده کردن معلمه عزیز که این خوراک ملی است هر اون محصولاتی که ما استفاده بردیم از اولی نمایش شما همه در ویتامینا را نوار دارست درست دیدید و میتوانید در خاندان استفاده برده برای یعنی بودن ویتامین زیاد سلامتی فرزندها خرد و کلان استعمال کنند انا چنانه که لبلبو بیده چقدر پخته است سبز سرخ این گوشتاش دستی باشه کی میبرده جای اساسیش گوشتاش ای بالاش سغراش اینا رو ای بالا میاندازیم استغنا را گیر میکنیم بیاید اینجا همینجا میگذاریم اینجا میگذاریم این ما بالاش پمیدار میچینیم پمیدار خب حالتی بهترین خوراک آماده شد لوبیا شوربا از ما پمیدار را حالتی که پمیدار را جا بجا میکنند خب حالتی که خوراکی آماده کرده تیار من این قلنفرها رو میگذاریم سرخ فرق نداره زرد میرویم به سر دسترخوان مهربانترین خاندان ملت تاجیک پرفیض و پربرکت است تمام محصولاتی که امروز با سیاست پیشگرفته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که صلح است محبت زندگی پیداست در ونج معلمه عزیز از محصولات همه خاندانشون این خوراک لوبیا شوربا را برای ما آماده کردند میرویم سر دسترخوان مهنت یعنی وقتی هر یک انسان مهنت میکنه در حیات زندگی سر دسترخوان میشیند بسیار براحت میشیند شما درباره خوراک‌ها مادر عزیز چی گفتنید که اشتهای من کشوده شده ایستاده است خب سیب یک طرف این بعدی خوراک است تشکر زیاد خب میبریم دیدید مرحمت مهمان خوراک وقتی کشیدی باید نمو وقت استعمالش کنی وقتی که اگر که ایمان سرد می شود آها جمشید ما اینجا در طبق با دست میخوریم با دست؟ قاشق نمیخوریم با دست ما نخیل میکنیم شیشتنی دارد سر دسترخوان تاجیکی مزه دارد خوردن یک بردنان تاجیکی تشکر مادر عزیز در شما نمیگیرید یعنی هر یک عائله باید هر روز چه خوراک تیار کند با فکر شما؟ عائله باید هر روز خوراک‌های گوناگون تیار کند. خب مثلا ما امروز لوبیا شوربا تیار کردیم
پگاه باید مستوات هم تیار کنیم همین خیلی خوراک‌های تمام کنه که در درون آنها همین ویتامین‌های گوناگون باشند برای غذای سالم. سلامت باشید. یعنی در طول هفته خوراک‌ها باید شما نامبر کردن میتوانید خوراک‌های ملی را و در دیار شما از صبح چقدر که در برنامه گفته شیرچای با شیر با چی میشود؟ من خوردن گیرم میشود شیرجوش میشود شیرکدو میشود قروتاب میشود خوراک‌های ملی ما تخم پیاوه میشود اینا از آشپلا خوراک‌های ملی ما آش تپه آش باقلاگی قطعی آش نختی قطعی آش تپه اوه وای چی خوراک‌های برنجی چی میشود؟ مستوه میشود شیر برنج میشود آشپلا. تشکر زیاد. اینک در دور نومبر کردن خوراک‌ها همه شما عزیزان تماشابینان از به دقت باشید که مهربانی است. من الان از این لحظه استفاده برده مخلصان برنامه لحظات خان دیار رسیدیم به آن جایی که با شما خیر خوش کنیم، ولی در روزهای نزدیک باز در بدخشان و زرافشان و ایثار و شادمان و ختلان ما و شما باز وامیخریم. خیر تا دیدن دیدار.